بریم سراغ ساخت یک پروفایل حرفه‌ای توی آپورک و ببینیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم. تصویری که اینجا دارید میبینید تصویر یک پروفایل حالا خوب توی آپورک و میبینید که چه مواردی رو توش نشون داده شده. تصویر فرد، اسم و فامیلیش، شهری که از اونجا اومده، زمان محلیش و موارد دیگه. اما اولین چیزی که توی این پروفایل ها به چشم میاد تصویر شماست. عکسیه که شما به عنوان پروفایل انتخاب کردید. پس خیلی مهمه که چه چیزی رو به عنوان عکس پروفایلتون انتخاب بکنید و یه سری نکات داره که توی این بخش قراره براتون توضیح بدم. اولین نکته اینه که عکس شما باید نمای بسته صورت شما باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نباید یه طوری باشه که خیلی بک‌گراندش شلوغ باشه و یا بخواد عکس به صورت کلی باشه، یه طوری باشه که لانگ شات باشه. در اصل تخصصیشو بخوایم بگیم اینی که مثلا از پایین‌تر از چونه های شما باشه، اینطوری نباید باشه. چیزی که می‌بینید یک عکس استاندارده که توی آپورک میتونید ازش استفاده بکنید و اصطلاحاً به این میگن نمای بسته. نکته دوم اینه که حتما لبخند بزنید. خود آپورک میاد توضیح میده که افرادی که توی عکساشون اومدن لبخند زدن درصد انتخاب شدنشون بسیار بالاتر از افرادی که لبخند نمیزنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حس خوبیه که توسط لبخند زدن به مخاطب شما القا میشه. این آدم دوست داشتنیه، این آدم به قول خودشون فرندیه و احتمالاً آدم خوبیه و میتونه کار من رو انجام بده و بنابراین شانس انتخاب شدنشون بیشتر میشه. عکسی که شما انتخاب میکنید نباید یک عکس شناسنامه‌ای یا پاسپورت باشه. این کاملا متفاوته. پلتفرم های فریلنسینگ اینجوریان که خیلی دوستانه و حرفه‌ای ان و اصلا اینطوری نیستش که خیلی یه سیستم رسمی خشکی رو بخوایم داشته باشیم. پس اصلا پیشنهاد نمی‌کنم که بخواید از عکسایی که توی شناسنامه یا پاسپورتتون هستش استفاده بکنید. مورد بعدی اینه که عکستون حتما باید حقیقی باشه و مربوط به همین الان شما باشه. این تصویر که اینجا می‌بینید، حالا عکس تصویر چپ و راست جفتشون یکیه ولی یکیشون بدون ریشه و یکیشون با ریشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که زمانی که شما میخواید هویتتون رو تایید کنید توی وبسایت آپورک یه مشکلی براتون ممکنه به وجود بیاد. اگر تصویر الانتون فرق بکنه ممکنه بهتون بگه این شما نیستید. خود من عکس کارت ملیم اگه اشتباه نکنم عکس شناسنامه، چون که یه مدل دیگه ای بوده، ریشام و موهام، حالا تصویر کلی یه جور دیگه بوده، همیشه مشکل دارم. و در کل سعی کنید تصویری که قرار میدید تصویر الان شما باشه و خیلی تفاوت خاصی نکرده باشید. یعنی مثلا اگر جراحی انجام داده باشید روی صورتتون، عکسی که از الانتون هست بعد از جراحی بذارید که واقعی باشه و از این نظر رد نشید. و نکته پنجم اینه که شما باید یک بک‌گراند واقعی و بدون ادیت داشته باشید. یعنی اینکه شما نیایید با فتوشاپ بک‌گراندتون رو تغییر بدید و از این لحاظ فکر کنید شما دارید یک کار حرفه‌ای رو انجام میدید، ولی این کاملا اشتباهه و اصلا نیاز به ادیت ندارید. و نکته بعدی که وجود داره توی این سایت فریلنسری، داشتن حجاب برای خانم ها هیچ ممانعتی نداره. پس اگر میخواید عکس با حجاب بذارید و روسری بذارید هیچ مشکلی نداره و هیچ ممانعتی ایجاد نمیکنه. یه توضیحات نهایی هم هستش که من اینا رو از داخل خود آپورک اسکرین شات گرفتم. ببینید بالا دست چپ میبینید که یه خانم نیمرخ عکس گرفته که خود آپورک اومده اخطار داده و گفته این مناسب نیست و وقتی که عکس کناریش از روبرو عکس گرفته اونو تایید کرده و کناریش یه آقایی رو مشاهده میکنید که عکس لانگ شات گرفته که آپورک اونو رد کرده و خط قرمز گذاشته و کناریش که همین آقا هستش دوباره اومده یه عکس گرفته، این عکس رو تایید کرده. پایین دست چپ یه آقایی رو میبینید که پشت میز نشسته و به اصطلاح خودش فکر کرده که خوبه محیط کارشو نشون بده. ولی میبینید که آپورک این عکس رو رد کرده و عکس کناریش که همین آقا هستش به صورت بسته وقتی عکس گذاشته آپورک اونو قبول کرده. و تصویر آخر سمت راستی خانم رو مشاهده میکنید که با یه اسب عکس گرفته و با عینک هم هست که اصلا صورتش واضح نیست و این عکس رو هم آپورک
رد کرده، ولی در کنارش یه عکس از همین خانم مشاهده میکنید که این عکس به صورت بسته و تایید شده هست. امیدوارم که موفق باشید.